سلام علیکم. این شورای بادان اومدیم دادیم شورا بوده کردم. یه مردی که اومده بود، اون یکی اومده بود گفته بودش با هر رای یه تیر دروازه میارم. آخه یکی نیست به تو بگی اصلا میدونی تیر دروازه با کدوم ته، تو هنوز تیر دروازه رو با 3 صابون مینویسی، بعد میاد واسه من میگی با هر رای یه تیر دروازه میارم. اون یکی هم اومد گفت میذارم 3 روز گوشه هر کی گوشی بیاره مدرسه. ببین من تو رتبه دوم میشم 100%. از رفت دستشویی در اومد دستشویی دیدنش، انگار رونالدو رو دیده بودم. ببین افتاده بود، ببین میری داخل دستشویی، رونالدو میرفت دستشویی، انقدر نمی افتادم پشت سرش. نصف مدرسه به خاطر اینکه گفته بود من کار میکنم 3 روز گوشی بیاد مدرسه، نصف مدرسه ریخته بودن سرش. گفتم محمد، حالا اسم فامیلشو نگیم، حالا خب داشتم اسمشو فقط گفتم، حالا اون که رتبه اولی شد. ولی ببین اگه گوشی نذاره بیاریم یه بلای سرش میارم. اگه گوشی نیاره ببین میرم جمع میکنم شعار. ببین بوی خیلی درقه اومده بود همه رو خر کرده. اینو میبینی؟ اینم یه چیز که این رای ما ابوالفضل. حالا اینم عکس چیزی کیک هم هست کردم انداختم. اصلا خیلی حالم بد شد. مردی که اون یکی اومده به من گفته با هر بهتون چی میدم تیر دروازه. اومده شغل سر کلاس پخش کرده تا بهش رای بدم. داری تو آدم خری میکنی. اون یکی که داره میگه گوشی میذارم بیاد مدرسه، تو اصلا میدونی گوشی رو کدوم شعر نوشته میشه که میخوای بذاری گوشی بیاری مدرسه؟ 3 روز اونم دوره برداشته بود بنر زده بود اون بالا 3 رو با 3 صابون نوشته بود.